سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ من محمدم و خوشم محمدشاه. و آقا من چند روز پیش یه مستندی می‌دیدم به اسم انقلاب جنسی که در مورد LGBT ها بود که توی خارج کشور داشتن مستند می‌گرفتن و صحبت می‌کردن در مورد LGBT ها. برای من خیلی سوال شد که جامعه ایرانی LGBT و اینها براشون هست؟ قطعاً که هست، ولی نظرشون خیلی دوست دارم بدونم چیه و با من تا آخر ویدیو همراه باشید. برای خودم واقعا سوال خیلی باحالی می‌خوام بپرسم و ببینیم چند درصد اصلا جامعه با LGBT قبول دارن LGBT رو میذارن باشه تو مملکت یا نه. اگه آماده اید بزن بریم. داش نظرت در مورد LGBT چیه؟ نظرم اینه که اونا هم بالاخره یه قشری از جامعه هم و مشکلی هاشون نرن. یعنی اوکی دیگه. آره. اگه خود به عنوان دولت بودی خب مثلا اجازه مثلا مشکلی نداشتی با این قضیه دیگه؟ نه. و نظر در مورد رفیقام نظر شما چیه؟ نظر مشکل نداره. من مشکل دارم. چی توضیح بدید؟ حال نمی. نظر در مورد رابطه بین دو تا دختر چی؟ بازم بهتر از دوتا پسره ولی بازم به نظرم خوب. بعد به نظر شما این که جامعه LGBT داره بچه‌ها تحمیل میشه چیه؟ خیلی بده. آره از نظر منم داره میشه، مخصوصا تو دبیرستان دختر. یعنی به نظر شما راهکاری هست که بشه جلوشو گرفت؟ راهکار نمیدونم، قطعا هست ولی من نمیدونم که چی. بعد به نظر شما وقتی مثلا یکی میاد داخل اینستا توییتر میگه که نباید به بچه‌ها تحمیل کنید و اون شبکه اجتماعی اونو میبنده، آزادی بیان رو داره باز میکنه یا نه؟ یه حالت دیکتاتوریه؟ نمیدونم. این نظری میگم مثلا یکی مثلا من میام داخل یه سوشال میدیا مثلا اینستا، یوتیوب، توییتر، میگم آقا این حرکت زشته که آقا به بچه‌ها دارید تحمیلش میکنید LGBT رو. بعد اون سوشال میدیا منو میبنده کامل. به نظرتون اون سوشال میدیا داره آزادی بیان رو اجازه میده یا اینکه نه داره دیکتاتوری انجام میده؟ آزادی بیان که بستن نداره. میگن آزادی بیان نیست. وقتی یه چیزی میبندی یعنی آزادی نیست. بعد به نظر جامعه LGBT داخل ایران راحتن، سخته براشون چجوریه؟ خیلی سخت. بعد حالا این دوستان که این مشکل حالت اوکی نیستن، مثلا شما یه زوج LGBT رو ببینید ریاکشن خاصی دارید یا نه؟ فقط میگذارید؟ من فقط دوست ندارم. آقا دمتون گرم، خیلی خوشحال شدم. ببین نظر کلی در مورد LGBT کلا چیه؟ کل جهان. من که مشکلی ندارم باهاشون. چی؟ خودم منم LGBT خودشون. خب شما الان داخل ایران مشکلات در پیش میاد که مثلا یکی میفهمه LGBT؟ آره. خب تحقیر میشیم و طبیعت. بعد به نظرتون مثلا داخل سوشال میدیا هر جا به بچه‌ها تحمیل میکنن که LGBT بشن، این کار درستیه؟ یعنی تحمیل زورکی بگن LGBT ها بشن؟ نه نظری ندارم. نظری ندارید؟ بعد به نظرت کلا این نظر اصلا که همه دارم میپرسم، رابطه مثلا بین دو تا دختر بهتره کلا تو جماعت یا بین دو تا پسر راحت تر میشه فهمید؟ دو تا پسر. اگه خودتون مثلا پدر بشید مشکل نداره بچه‌تون مثلا LGBT بشه؟ نه. دمتون گرم آقا، خیلی عالیه. مشکل نداره قیافتون پخشه یا سانسور کنم قیافتون؟ نه فرقی نداره. سلام بچه‌ها، خوبید؟ خسته نباشید. یه ویدیو یوتیوب دارم میگیرم، یه مسابقه نظرسنجی بین مردمه. میخواید باشید یا نه؟ آقا نظرتون در مورد جامعه LGBT کلا چیه؟ سوشال شما بشش نظری ندارم باید. شاشیدم. بشش. بازم ادامه سوال من رو. بعد به نظرتون نظر در مورد رابطه بین دو تا دختر چیه؟ بازم لزبیان برین توش بابا. خب بعد اگه مثلا پدر بشی و ببینی بچه LGBT شو چیکارش کنی؟ سرشو باید اینجوری واقعا سرشو میبره. کارش ندارم. کاش حالا مثلا تو خیابون راه میری دو تا زوج LGBT میبینید پسشو نمیزنم. میگم نه واقعا ریاکشن نشون میدید یا نه؟ واقعا حالا واقعا ریاکشن نشون میدم. نشون نمیدادم، تو دل خودش میگه داش. بعد به نظرتون در مورد تحمیلش به کودکان چیه؟ که دارن تحمیل میکنن به کودکان که LGBT بشن؟ تبلیغ میکنن؟ آره که مثلا تبلیغ که نمیکنن، نشون میدن میگن که این روش هم هست ولی خب اشتباهه. یعنی مثلا شما الان به عنوان دولت باشید تقصیر جامعه است. نه مثلا شما به عنوان دولتی مثلا چیکار می‌کنی مثلا برای کشورتون قانوناش کاواره درست می‌کنه بره اونجا عشق کنه؟ نه مثلا طرف هورمونی مثلا این مشکل داره، هورمونی داره دیگه خدا دادیه دیگه بذار استفاده کنه. ولی اونی که همینجوری میاد
میگیره بهش اون که الکی واسه خدا کسی این قضیه پیش بیاد درست نیست دیگه. آقا دمتون گرم، خیلی خوشحال شدم. دمتون مشکل قیافتون بخشه. آقا دمتون گرم، خیلی حال دادید. مرسی. داش خوبی؟ داش نظر در مورد LGBT چیه؟ LGBT یه چیزی تو جامعه جهانی قبولش دارم ولی به نظر من چیز جالبی نیست. کلا دارن خیلی عادی سازی میکنن که همه مثلا هر همجنسگرایی اینا رو خیلی عادی میکنن. من قبول ندارم. بعد رابطه بین دو تا دختر چی؟ نه کلا فرق نمیکنه. هم LGBT دو تا دختر چون سه پسرا میگن اوکی تر نسبت به پسر و پسر. نه کلا فرقی نمیکنه. شاید از نظر ما خب فرق کنه ولی بازم همون LGBT و همجنسگرایی. بعد اونی که هورمونی قضیه تو بدنش هست چی؟ یعنی بدون اون دست خوش اون بیماره که اینجوری داره خودش نشون میده. اونم دست خوش هورموناش به هورمونای زنانه خب نزدیک‌تره تا هورمونای مردانه. بعد مثلا شما به عنوان یه شخص معروفی داخل توییتر، یوتیوب، اینستا یه نظر در مورد LGBT ها میدی که منفیه. بعد اینستا یا همون سوشال میدیا شما رو کلا میبنده، نمیذاره دیگه پخش بشه. مثلا واکنشت اون موقع چیه؟ مثلا این الان داره کار خوبی میکنه، کار بدی داره میکنه. که کار بدی میکنه چون توی حالا کلا به غیر از بحث ایران و جمهوری ها اینا توی دنیا خیلی وقتی آزادی بیان هست. خیلی نظر منفی مثبت هر چی دارن میذارن. بعید میدونم اصلا همچین چیزی بخواد پیش بیاد. هست واقعا خیلی من شدم سر این قضیه. خب بیشتر از کسایی بوده که سعی کردن ریپورت کنن چون خود این ریسرچ واقعا این کار نمیکنه. بعد نظر در مورد اینکه به بچه‌ها دارن تحمیل میکنن چیه؟ که بچه خب نمیدونه، تبلیغ داره میکنه. آره بچه خب خودش میتونه در آینده بشه 18 سالش 20 سالش خب متوجه بشه. بیشتر میره تو سوشال مدیا متوجه میشه. ولی عادی سازی بده. چون بچه از اول شاید مثلا بچه من نخواد من نخوام بچه‌م بدونه همجنسگرایی و این نمیدونم جنسی که میخوام انتخاب کنم چیه. خودش در اون با اون تجربیاتی که داره چیز میکنه متوجه میشه. بعد خب الان بچه خود مثلا بیا ببین LGBT شده واکنش چیه؟ کاری باش میکنی؟ نصیحت میکنی؟ میزنیش؟ نه کاری که نمیکنم ولی سعی میکنم راهنماییش کنم چون خودم تو این جمع بودم. سعی میکنم راهنمایی کنم. اگه مشکلی نداشته باشه، اگه مثلا مشکلی داشته باشه خب منم حمایت میکنم ازش دیگه چون بالاخره بیماریه. بعد فرض کن توی دولت الان دستت، مثلا جمهوری اسلامی مثلا دستت، خب کاری میکنی مثلا میذاری LGBT مثلا محدود میکنی، باز میکنی، چیکار میکنی به عنوان دولت؟ این بخشش دست توئه. مثلا به عنوان دولت مثلا میذاری LGBT راحت باشن یا نه اذیت میکنی، میگیری، چیکار میکنی؟ سرکوب میکنی؟ نه سرکوب نمیکنم. خب آزادانه من میذارم ولی دیگه چیزی نمیشه گفت واقعا. بعد مثلا یه شخص داری تو خیابون میبینی اینا پاپلن با هم دیگه LGBT، ریاکشن صادقانه چیه؟ کاری میکنی یا نه فقط تو دلت یه چی میگی؟ هیچی. یعنی من همینجوری اصلا انگار یه آدم عادیه. من توجه زیادی نمیکنم. دمت گرم. هر کی درگیر زندگیه. مشکل نداره قیافت بخشه یا سانسور؟ نه مشکل نداره. دمت گرم. خیلی خوشحال شدم. خیلی عشقی. آقا نظرتون در مورد جامعه LGBT چیه؟ خوبه؟ یعنی مشکلی نداری؟ نه مشکل نداره. اگه مثلا خودتون مادر بشید مثلا بفهمید بچه‌تون LGBT شده موقع واکنشتون چیه؟ سعی می‌کنی راهنماییش کنی؟ آره راهنمایی چی کنی؟ مثلا نره سمتش بره سمتش؟ بره ولی مراقب باشه. من نظرم اینه که باش حرف بزن خب ولی اگه مثلا نخواد هر چی که خودش نیست. مراقب باشه رو خیلی راحت سوال شد. یعنی چی مراقب باشه؟ باید مثلا تجاوز یعنی وقتی طرف خودش قبول میکنه مثلا همین جنسگرا شده تجاوز نکنه پیش میاد. هر جو خودش داره ولی بعد هماهنگ. نظر در مورد رابطه بین LGBT و دو تا پسر با هم چیه؟ بهتر از دختر یا نه به نظرتون؟ اوکیه. یعنی جفتش یکیه به نظرتون یا نه؟ بعد استایل LGBT به نظرتون چه شکلیه؟ یعنی مثلا میشه تشخیصش داد تو مثلا ببینید؟ بعضیش نمیشه. بعضی آره بعضی. اگه خودتون تو خیابون داشتید راه میرفتید یا یه زوج LGBT مثلا ببینید ریاکشنتون چیه؟ ریاکشن صادقانه. ریاکشن خاصی نداره. همینجوری رد میشید براتون مهم نیست. اگه خودتون به عنوان دولت باشید سرکوبشون میکنید چیکار میکنید؟ آزاد میذاریدشون؟ آزاد میذاریم مثلا. به نظرتون به استایل هم میخوره LGBT بشم یا نه؟ نه خدا رو شکر. مشکل نداره قیافتون بخشه یا نه؟ نه اگه اوکی دمتون هم گرم. خیلی لطفا. خیلی نه اوکی بود نظرتون گفتید دیگه.
بچه به نظرتون واقعی یا کیکه؟ یعنی من اگه یک کلمه میگفتم آقا وایرال میشد خیلی خوشحال میشدم. خب مرسی که ویدیو تا آخر دید. نظر اکثریت قشنگ به غیر از کسی که خودش بود مثلا منفی بود به این جامعه و نظر خودتون چیه حتما تو کامنت ها بهم بگید. یه سری سوال یاد هم میرفت یه سری بپرسم یه سری اضافه میپرسیدم. برام خیلی جالب بود این ویدیو، خودم به شخص تجربه خیلی جالبی بود که نظراتشون رو پرسیدم و همین دیگه. حتما نظرتون تو کامنت بگید. لایک یادتون نره، سابسکرایب. همتون دوست دارم. خدا نگهدار. آقا خیلی خسته کننده. خسته کننده نبود، خیلی خسته. آها از اون لحظه حاجی با هر کسی نمیتونستیم ویدیو بگیریم. حاجی نمیومدن هر کسی ویدیو بگیریم باهاش. بچه‌ها واقعا ویدیو ساختن کار سختیه، اینجوری نگاه نکنید. یا میریم جلو مثلا فکر کنم مثلا میریم جلو هم باید دو تاشو میذاره که قبول نکردن فرار میکنه. آره فکر کنم مثلا ویدیو سیاسی سری فرار میکنه. همین دیگه. لایک کامنت سابسکرایب نره. خدا نگهدار. ما LGBT قبول دارید؟ نظرتون در موردش چیه؟ یعنی اوکی اید مشکلی ندارید؟ شما چی؟ دارم میگیرم مشکلی نتوش باشید. یه مصاحبه است کنم نظرسنجی بین مردم جامعه. مرسی. یه ویدیو یوتیوب مشکلی ندارید بگیرم؟ مشکل دارید؟ خدا اصلا قبول ندارم. خب بگیریم.